معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. محصولاتی از چوب آماده شونده. سلام شنوندگان گرامی. طوری می‌دانیم چوب این یکی از نمودهای وسیع استفاده شونده محصولات ساختمانی به شمار می‌رود که آن را در ساختمان بناها، خانه‌های استخامتی بیشتر استفاده می‌کنند. این محصولات ساختمانی از درختان گوناگون گرفته می‌شود. چوب‌ها دارای خصوصیت‌های گوناگون می‌باشند. تفاوت آنها در رنگ، زیچی، ترکیب مشاهده کرده می‌شود. اینچنین چوب در کنده‌کاری، دوریدگری نیز استفاده برده می‌شود. کنده‌کاری اصولی کارکرد بدیهی چوب، سنگ، استخوان، گیل و گچ بوده از معمول‌ترین نمود صنعت ملی تاجیکان محسوب می‌یابد. امروزها در تاجیکستان محصول دستی کنده‌کاران را در ستون بالار، در تیره‌های چایخانه‌ها، مسجد و آثارخانه‌ها، قصرهای فرهنگ، بناهای معماری دیدن ممکن است. کنده‌کاری تاریخی هزار ساله داشته. نمونه‌هایی که از ناحیه‌های اشکاشیمو و انجویلت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و ناحیه‌های سرافشان، اسفره، پنجکینت و عینی وخش دریافت شدند و عصرهای 8، 10، 15 تا 19 متعلقند. در آثارخانه‌های کشور باشد نمونه‌های عالی کنده‌کاری حفظ شدند. ستون‌های کنده‌کاری شده از دهه‌های رز، فاطمه، کرود ناحیه عینی، آبوردانی ناحیه مسجد، سرستون‌های مسجدهای حوض سنگین، دلیان بالای شهر سرافشان، جامی در خوجند، سرخ در اسفره با عنعنه‌های قدیمی کنده‌کاری آرایش یافتند. در زندگی روزمره تاجیکان پامیر کنده‌کاری چوب برای آرایش خانه‌ها استفاده می‌شد. صنعت معاصر کنده‌کاری چوبی تاجیکان در دو سمت انکشاف می‌یابد: مردمی و کسبی، ولی در هر دو هم عنعنه‌های اصلی میانگی صنعت آرایشی نگاه داشته شدند. اسلوب مردمی ادامه عنعنه‌های پیشین بوده. در دهات بسیار وامی خورد. کنده‌کاری کسبی را امروز بیشتر نقاشان و معماران صاحب معلومات در بنیاد بناهای محتشم فرهنگی و معرفتی به کار میبرند. گچکاری باشد از نوع‌های دیگری کنده‌کاری است که تاریخی قریب 1000 ساله دارد. به این نوع صنعت شاه و حاکمان میل داشتند. گچکاری در عمارت قصر تاریخی هلبو، کوشک‌های حاکمان پنجکینت، شهرستان، بازیافت‌های تختی سنگین و اجینه‌تپه استفاده شدند. پیشتر اساس نقش کنده‌کاران را اصلاً تصویرهای درختان، حیوانات و پرنده‌ها، میوه‌های گوناگون تشکیل دادند. دوام دهندگان عنعنه‌های کنده‌کاری در زمان شوروی استاهای گلدست، استا رحیم شیخ رجبوف، استا اوچیل فیضوف، آخوندجان یعقوبوف، سراج‌الدین نوریدینوف بودند. کنده‌کاران اسفره و سرافشان بهترین استاها محسوب می‌افتند و امروز هم کسب بابایی را پاس داشتند. زمین کار، لوله پرداز، پخته پرداز، طبق پرداز اصولهای مخصوصی می باشند که آنها را تا حال در کنده‌کاری استفاده می برند. در صنعت معاصر تاجیکستان کنده‌کاری چوبی و گچی را در آرایش طربخانه تاجیکستان، چایخانه راحت و بنای پالاتای حساب در تالار مهمانخانه‌های بزرگ و بعضی بناهای اداره‌های معاصر دیدن ممکن است. سنگ‌تراشی، سنگکاری، حکاکی، کنده‌کاری در سنگ یکی از نمودهای قدیم‌ترین صنعت آرایشی عملی تاجیکان میباشد که نمونه‌های آن را در یادگاری‌های یونان و باختر، کوشانیان، ساسانیان، سامانیان می‌بینیم. نمونه‌های تا به ما رسیده از کسبیت بلند کنده‌کاران روی سنگی همان دوره شهادت می‌دهند. طبق معلومات‌های تاریخی در سنگ‌های سری مزار، عمارت‌های دوره تیموریان، نقش‌های رستنی شکل و گیومتری استفاده می‌شدند. این عنعنه قدیمی را استاهای شهرهای خوجند و استرافشان
равшан дар омодасозии нақшҳо дар сангҳои мармар ва табақҳои сафолин то ба имрӯз нигоҳ доштаву сайқал бахшидаанд. бармуғонҳои сангиву сафолии ҳунармандони тоҷик сайёҳони кишварҳои хориҷие ки ба тамошои шаҳрҳои бохтар, Панҷакент, Исаравшану Исфара, Хоруғу Кӯлоб ва ғайра меоянд, бештар таваҷҷӯҳ мекунанд. онҳоро нақшҳои пешдарпечу ҳаррангаи аҷӯбаҳои сангин, бозичаҳои сафолӣ, табақчаҳои чӯбӣ кандакоришуда ба ҳайрат меоранд. рушди ҳунарҳои мардумӣ ки бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сурат гирифт, маҳсулоти коргоҳи хонакорон аз пардохти ҳама намуди андоз озод шуданд. ин имкон фароҳам меорад ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чун кишвари дорои санъати волои ҳунармандӣ муаррифӣ шавад ва гузашта аз ин боиси ҳавасманд гардидани сайёҳони зиёд ҷиҳати боздид аз чунин диёрӣ афсонавӣ гардад. آتشبار و بی‌باکی تو را دست بازوی زفرناکی تو را بیغشی فضل و ادراکی تو را بر سرت تابند خورشیدیم را من بهار از می تو دارم من بهار از می تو دارم اعتقاد من تو را بینم میانی دستان خنده در لب عشق در دل خوش زبان من تو را بینم میانی دستان خنده در لب عشق در دل خوش زبان با همه هستی عجایب مهربان فخر دارم با تو من از مغز جان بر سرت تابند خورشیدیم را من بهار از می تو دارم اعتقاد من بهار از می تو دارم اعتقاد دولتت آباد بادی کارگر روزگارت شاد بادی کارگر دولتت آباد بادی کارگر روزگارت شاد بادی کارگر دستی تو پولاد بادی کارگر مقصدت ایجاد بادی کارگر بر سرت تابند خورشیدیم را من بهار از می تو دارم اعتقاد من بهار از می تو دارم اعتقاد من بهار از می تو دارم اعتقاد
پایان برنامه از سلسله هنرهای مردمی. در تهیه و پخش آن صدابردار دلشاد میرزا، کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر گلستان کریمه و صحنه گرفتن. شاد بمانید.